این بچه امروز قراره که تو خونه مامان بزرگم قایم با شکل بازی کنم. باید بذار در دوران زنگی باید بازی کنیم. من 5 دقیقه فرصت دارم چشم بزنم تا این دوتا شامپت ها قایم میشن. پس با ما همراه باشیم. عزیز میخوام بریم قایم موشک بازی کنیم. ریانه بیرونه میخواد چشم بذاره. ماجرا بالا قایم میشه. منم که اینجا هم هست. ولی نظر ما بالا. رفتیم. بچه‌ها عزیز به ولاگ قایم موشک خوش اومدین. یکی داره فیلمو میگیره از بیرون اسمش حالا ولش کن. شروع میگه. اینم رفیق ما، دوربینو برگردون. خب بچه‌ها عزیز خوش اومدین. بریم سراغ ویدیو. بودو میبریم. الان از ویو خونه عکس میگیرم که اینجا 2 طبقه است، یعنی اون بالا پشت بونشه، این یه طبقه است، یه طبقه هم پایینه، یعنی طبقه هم که روه. خب بعد یه زیر زمین هم داره. من شایدم اونجا باشم. بچه‌ها نمیدونم چه اتفاقی قرار بیفته. هنوز 5 دقیقه نشده که اینا قایم شن، ولی نمیدونم. بچه‌ها اومدیم اینجا، خیلی هوا عالیه، کولر مولر هم همه روشنه. اینجا ماهواره هم داریم. پایین برم حاجی بپرم. من پایین قایم میشم. پایین اینجا خوبیه. بچه‌ها 5 دقیقه شد. یا الله اومدم. پیداش کردم. متاسفانه باخت. باش فیلم قطع نمی‌کردم. یه دفعه پشت من ترسون. تو فیلم ریانه است. حالا می‌بینیم. خب حالا من چیزو محمد جواد رو پیدا کنیم. لقب به جوادشون بود. اول که پیدا کردی؟ من گفتم بچه پیداش کرد. بچه راند اولو من برنده شدم.